سلام علیکم. نقد ادبی در افغانستان صاحب جایگاه پسندیده و مناسب نیست، به این معنی که مثل بقیه ناهنجاری های ادبی در افغانستان ما شاهد ناهنجاری ادبی و نقد نامعیار در حوزه ادبیات هم هستیم و نه تنها در حوزه ادبیات و بقیه حوزه های اکادمیک هم آنچنانه که اصول و نزاکت های ادبی به عنوان منتقد به ما اجازه میده، ما نقد نمیکنیم و منتقد نیستیم. که این روش ما در این سرزمین بیشتر سبب میشه تا ای که تولید دوباره نداشته باشیم و بیشتر اوضاع بحرانی نقد در افغانستان داغ بسازه. منتقدین در افغانستان بیشترین در سه کاتگوری هستند. مثلا به راحتی میتونیم بگوییم یک کاتگوری از منتقدین با متون ضعیف سر کار دارند، به عنوان نقد متون و داده های قوی را نمیگزینند و متون و داده های ضعیف مخاطبشان هست، خودشان را درگیر مفاهیم پیش پای افتاده و ساده میکنند، تا جایی که مثلا یک اثر یا یک متن، ای که چه زمان یک متن اثر هست و چه زمان یک اثر متن هست بعدا بهش میپردازیم، یک اثر کوچک را انتخاب میکنه. مثلا یک شعر هست که ما میتونیم یک شعر یک اثر بگوییم، 4 مصرع هست و از گاهی که این منتقد نقد میکنه میانگین صفحات به او می نویسه، به این معنی هست که نه این منتقد خودش را یافته که داره چه کار میکنه و نه او نویسنده و اثر نویس دانسته که ما داره چی می نویسم. گروه اول نقادا در سرزمین و در جامعه اکادمی که ما این رقم هست. ما یک نوع منتقد دیگه هم داریم که او منتقدین ما بیشترین نقدشان تولید اثر دوباره نیست، تولید متن دوباره نیست، بیشترین در صدد ایجاد سطح به طرف هست. به چی معنی بیشترین در صدد ایجاد سطح به طرف هست؟ به این معنی که خودش از خود چیزی نداره، داده طرف را که اون داده مهم نیست، داده مدون هست، داده مدون یا نوشته شده میتونه شعر باشه، میتونه تحقیق علمی بوده باشه، میتونه پژوهش‌های نوشته شده بوده باشه، یا هم داده نامدون، داده شفاهی مثل سخنوری، مثل بیان، مثل دیالکتیک ها بوده باشه. این تیف و یا طایفه منتقدین نه تنهایی که بدیل ندارن به اونها، میکوشند که اونها را بهشان سطح ایجاد بکنن، که این نوع نقد نوع شکننده هست و چنان مخاطب را ازمهلال میکنن، از هم میپاشانن و یا به زمین فرو میبرن تا ای که او صاحب اثر دوباره بخواه برخیزد سالیان زیاد نیاز بوده باشه. این کاتگوری دیگه منتقدین است که ما داریم. و یک کاتگوری دیگی که ما داریم، حتی متاسفانه در بین اساتید دانشگاه ما این را میتونیم ببینیم، او خود بزرگ بینی هست. منتقد به عنوان تولیدگر دوباره اثر میایه خودش را بزرگ جلوه میده، داده طرف را نفی میکنه و این داده طرف را نفی برویت استدلال و برویت نوآوری داده جدید نمیکنه، برویت امون ملاحظات سلیقه‌ای که خودش داره. گرچند ساختار نقد در افغانستان و موجودیت شیوه نقد در افغانستان در عموم شیوه ساختاری نیست، شیوه سلیقه‌ای هست و این گروه سوم از مخاطبین میایه سلیقه‌ای برخورد میکنه و آگاهی های خودش را بر رخ مخاطب میکشه، چی آگاهی و دانش انتزاعیش هست و چی هم آگاهی واقعیش هست.
برخ طرف میکشانه. مثلا به چی معنی؟ به این معنی که شما یک مقاله دارید که میانگین ممکن بر حسب فرض 2 صفحه هست، یا یک چکیده اثر هست که میانگین 2 صفحه هست، و این گروه سوم منتقد میایه 6 صفحه به اون نقد می نویسه. به این معنی هست که این هم جای خودش را نیافته و او هم جای خودش را نیافته، که این وضع نامیمون نقد در افغانستان وضع خیلی ناهنجاری هست که متاسفانه ما جوانا درگیر ناملایمی نقدی هستیم. ما جوانا یعنی ما دانشجوها، حتی ما دانشپژوها هم درگیر این ناملایمی نقدی هستیم. بس اوقات رابطه بر نقد پیروز میشه. به چی معنی که رابطه بر نقد پیروز میشه؟ به گفته اون رومن رولان که میگن از گاهی که شما به عنوان منتقد ظاهر میشید، شما مدافع نبوده باشید، معرف بوده باشید. به چی معنی مدافع نبوده باشید، معرف بوده باشید؟ به این معنی که شما حق ندارید به عنوان منتقد از داده خودتان دفاع بکنید. شما داده بدید، داده تان معرفی بکنید. اون مخاطب هست که کیفیت این داده تان مطالعه میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، آواهای داده تان مطالعه میکنن، تا چه اندازه ماهیت داره این داده تان او را مطالعه میکنن، از چه دیدی ساخته شده این داده تان، داده یعنی همین معلوماتتان، این همین اثرتان، این را مطالعه میکنه مخاطب. مهم این است که به این داده را که به عنوان تولید مثل ادبی شما دادین، زاویه دیدتان آیا تالیف بوده یا ای که مؤلف بوده؟ متاسفانه در افغانستان بیشترین منتقدین منتقد مؤلف هست، نه منتقد تالیف، که در ساختار ادبی دنیا و در ساختار نقد و داده دوباره دنیا خیلی کار نامیمون و ناپسنده هست که ما این ناملایمات را داریم. پس آنچه که من میدانم جوانان شبیه ما و اکثریتی که با خواندن و مطالعه و پژوهش سر کار دارن، چی نقد را پیش خود قرار بدن تا ای که نه تنهایی که بحران نقدی ادبی در افغانستان وضعش خوب شود، ما صاحب کیفیت نو و بروز شده ادبی هم در افغانستان بوده باشیم. نقد ادبی تولید اثر دوباره ادبی هست. اگر شما یک پژوهش اکادمیک و علمی طرف را نفی میکنید، شما جایگزین داشته باشید. میگید مثلا این 2 خط 2 جمله یا این مصداق ایدئولوژیک و یا تئوریک این اثر این خدا را داره، این چیزا میتونید شما جایگزینش بکنید. مورد اول آن نقد را که ما نیاز داریم، ما جوانان در افغانستان، اوی هست. و مورد دوم چه چیزی هست؟ مورد دوم نقد برای یک فرم بوده باشه. متاسفانه در سرزمین ما بس اوقات فرم ها مشکنه. فرم ها رو چه چیز مشکنانه؟ مثلا امی اصول، امی معیارهای نقد را که از سرزمین هایی که در باب ادبیات خیلی بالا دارن، مثل فرانسه باید شروع بکنید تا این کشورهای همجوار همسایه ما اگه به مطالعه بکنیم، بس اوقات رابطه ها فرم های نقد را مشکنانه. به چی معنی که رابطه ها فرم های نقد را مشکنانه؟ شما اگر یک نویسنده آزاد هستید، چندی در باب اندیشه های سوسیالیستی می نوشتید و مدافع داده و ارزش های سوسیالیستی، مارکسیستی، کمونیستی بودید، بعد یک مقطع در یک مرجع و سازمان دیگه میرید که اون مرجع و سازمان بیشتر مثلا آدم ها و مفهوم و ایده کارگری، مفهوم و ایده مثلا کپیتالیستی لیبرالیستی هست و یا هم انگونه اسلامیستی هست، میایید شما نوک قلمتان را به نفع طرف مثلا میچرخانید که این نوع هم نوع ناپسندی هست. ما نیاز داریم تا ای که فرم نقد را نشکنانیم و برایت رابطه و برایت سلیقه فرم نقد را ما تنظیم نکنیم. مورد دیگه ای که چیز ما نیاز داریم، ما جوانان خاصتا
دانشجویی که گذار به دانشپژوهی دارن، مثلا دانشجویی که تمام میکنه دانشگاه رو میره به طرف ماستری دکترا و گپا، در ذهن ما بسپاریم که برای نقد مهم نیست که طرف صاحب اثر هست یا صاحب متن. مثلا متن از اثر چی تفاوت داره؟ اثر بیشترین اران داده یعنی معلومات، مفهوم، موضوع، هر آن دادی که نوک قلم نویسنده به او بوده باشه او را میگن اثر. مثلا من نویسنده حوزه افغانستانی هستم، انگامی که متون را می نویسم و یا در حوزه تخصص خود نویسنده هستم، در اثر معلوم باشه که من نوشتم، من کی هستم، چی هستم، مثلا از چی زاویه بی دیدیم، از چی دید بی دیدیم، معلوم بوده باشه. اینو میگن اثر. متن مثلا با متن مهم نیست که یعنی چند جمله هست، چند خط هست، بالاخره یک داده هست. نویسنده اندو هست، نویسنده مسلمان هست، نویسنده چه کسی هست، این در متن قدر پر اهمیت نمی بوده باشه. این تفاوت اثر و متن هست. مورد دیگه که ما نیاز داریم ما جوانان اون این هست که ما تالیف را نقد بکنیم، نبشته را نقد بکنیم، نه نویسنده را، نه مؤلف را، که متاسفانه این نامیمونی هم در جامعه ما خیلی بالا هست و این نامیمونی و این ناپسندی ادبی بحران نقد ادبی در افغانستان بسیار وسیع میسازه. چرا؟ برای از این که منتقد میآید برای همون عقده های شخصی خودش اثر و مفهوم طرف را رد میکنه. حتی اثر و مفهوم طرف اگر از لحاظ مثلا ارزش های فلسفی یا ارزش های تاریخی یا ارزش های مشاهده بیاییم ما مطالعه بکنیم، کسی را که نفی میکنن خیلی بالاتر از خودش هست، اما برای امو سلیقه های فردی خودش، اون سلیقه فردیش یعنی نفی کردن مؤلف هست نه تالیف، میای خودش را ظاهر میکنه که این هم وضع نقد در افغانستان بیشتر عمیق‌تر میسازه و بحران نقد در افغانستان بیشتر عمیق‌تر میسازه. و مورد دیگه که مثلا با ما جوانا پر اهمیت هست و به عنوان منتقد ادبی ما این نزاکت را رعایت بکنیم، او این هست که با ما زاویه دید ما مشخص باشه، زبان نوشته ما مشخص بوده باشه، مثلا هدف داده ما مشخص بوده باشه، هدف ما شکنندگی نبوده باشه، هدف ما مثلا در یک نوشته نوجوان، در یک نوشته جوان خود بزرگ جلوه دادن خود و سرکوب کردن طرف نبوده باشه، که متاسفانه این هم هست. بس اوقات ما با یک نقد که میکنیم اون نقد معیاری نیست، ما در قالب یک منتقد ظاهر نمیشه، معیار و فرم های نقد را بهش توجه نمیکنیم، میایم یک آدم را چنان سرکوب میکنیم که او آدم دیگه دست به قلم نمیزنه. ما شاهدی در جامعه ما زیاد هستیم. ما یا هم میایم چنان از یک آدم ما بزرگ جلوه میدیم که گویا این مثلا این آدم هایی که خیلی دست بالا را دارن در او حوزه، مثلا اگر در حوزه جامعه شناسی هست، اگر در حوزه مثلا انسان شناسی هست، اگر در حوزه مثلا ادبیات هست، یا همین گونه در حوزه در اون رشته‌های علمی هست، چنان او آدم بزرگ جلوه میدیم که گویا مثلا پدر او علم معرفیش میکنیم و پدر او داده و دانش معرفیش میکنیم، که متاسفانه این وضع ناهنجار و ناپسند هم در جامعه ما زیاد هست. معلومات کوچکی بود که به عنوان مطالعه‌ای که ما داشتم در باب وضع نقد در افغانستان، که قطعا از دید نقد ادبی کلی نبود. چرا ما به عنوان ازی که متخصص حوزه ادبیات نیستم به خودم حق نمیتونم که قطعا در خصوص حرف بزنم، ما در عموم حرف زدم، صحبت کردم که وضع نامیمون و ناپسند را داشتیم. امید دارم که با این معیارهایی که بیان کردیم و با بقیه معیارهایی که در دنیا هست
منتقدین وضع خودشان را بی‌آرایه تا ای که وضع ناپسند و بحران موجود در افغانستان فروکش بکنه که بالاخره هم ما دیگه شاهدش نبوده باشیم. و من نصیر نقشبندی زند هستم. تشکر.